این خاک گیاه مردت رو زنده میکنه. توی این خاک خبری از خاک برگ، پشه سیاه، کرم خاکی هزار پا نیست و قرار گیاهای شما توی این خاک فقط رشد کنن، پاجوش بدن و برگ جدید باز کنن. ترکیبات اولیه این خاک تشکیل شده از کوکوپیت، پرلیت، پیتماس، ورمیکولیت، کوکوچیپس، زغال، لیکاپون توی دونه بندی ها و سایزهای مختلف با یه تناسب خاص که مخصوص خود گلبانوه با همدیگه ترکیب شدن و چنین بافت خاک تمیز و بدون بویی رو شکل دادن. درصد pHش تنظیم شده است، ایسیش بسیار پایینه و CEC و زهکشی و تخلخل بسیار بالایی هم داره. بعد گذشته 1 سال بافت خاک به هیچ عنوان تغییر نمیکنه و مثل روز اولشه که تهیهش کردی. مثل بقیه خاکای بازاری هم نیست که فقط ماه اول گیاهت رشد بکنه و بقیه سال به مشکل بخوری. این خاک قراره گیاهتو در طول سال فقط روی رشد بیاره. انقدر به کیفیت بالای این خاک مطمئنم که ضمانت 100% و بی قید شرط رو براش گذاشتم. میتونی هایلایت نتایج رو هم ببینی که بهت کمک بکنه توی انتخاب این خاک. و برای تهیه این خاک هم فقط کافیه کلمه خاک رو برام کامنت کنی.